درود بر داداشا و آبجیای گلم، امیدوارم حالتون خوب باشه. ببینید امروز تو سوپری صحنه دیدم واقعا دلم گرفت. یه خانم اومد یه آب مدنی برداره، بر نداشته فروشنده سریع گفت پولشو بده. یعنی چی آخه؟ بعد اونورم یکی دو نفر دوتا خانم بودن مسن بیرون سوپرمارکت وایساده بودن، گفتن مشخصه این دزده، منتظر یه فرصت بزنه به چاک. ببینید من نمیتونم ایراد بگیرم و متاسفانه ملت ذهنشون پر شده از گرونی، غم، اینا همش با خودش قضاوت میاره، بی‌اعتمادی میاره. ببینین چاره ای ندارن، یا تو بازار کلاهبرداری دیدن، یا تو محل کار، یا تو جامعه. کلا ملت بی‌اعتماد شدن و حقم دارن، ولی خواهشاً خب همه رو به یک چشم نبینید، پشت هم دیگه باشین نه روبروی هم دیگه. خواهش میکنم.